یه جوری که وقتی میگی این قیمت رو حرفت کسی نتونه حرف بزنه، قیمت تعیین کنی. ولی اگه یه روز مالیات کار کنی، یه روز فراشهر، یه روز تاچارا، یه روز صنایع، یه روز نمیدونم ارم، هیچ وقت هیچی نمیشی تو زندگیت. اینو دوستانه بهتون بگم. به این نگاه، شغل املاک خیلی شغل ترسناکیه. اینو به جرئت میگم، 70% مشاور املاک‌ها هیچ آینده‌ای ندارن. یعنی زندگیشون تباهه. به چه دلیلی؟ یک، اصول کار بلد نیستن، نمیخوانم بفهمن. مثلا نگاه میکنید طرف با تیشرت بلند شده اومده سر کار، با یقه باز اومده سر کار، با نمیدونم استای شلوار شیشی، قیافه مثلا آنچنانی. بابا جمع کن خودتو. تو اصلا تو اگه بخوای اون روی منو ببینی، همونجا کرکوپرت کلا میریزه که بفهمی شمیرانی کیه و چه شکلیه. ولی این رخ کار منه. تو باید بلد باشی تو مرحله اول رخ کارتو در بیاری. این مرحله اول که